90% آدما نمیدونن ولی فیزیک ثابت کرده هیچ چیز اشتباهه. Hello everyone, it's me. توی این ویدیو گفتیم یکی از فرضیه‌ها اینه که شاید جهان از خلای کوانتومی به وجود اومده. اما خلای کوانتومی چیه؟ مگه خلا خالی نیست؟ همه فکر می‌کنیم خلا یعنی جایی که هیچ چیز وجود نداره، نه هوا، نه اتم، نه نور، هیچ چیز. اما فیزیک مدرن میگه این تصویر کاملا درست نیست. توی فیزیک کلاسیک اگه تمام ماده رو از یک ناحیه خارج کنیم به خلا میرسه. اما مکانیک کوانتومی میگه حتی اگه تمام ذرات هم خارج کنیم بازم چیزی باقی میمونه. دریا رو تصور کن، اگه موج از بین برن آبم از بین میره؟ نه، فقط سطح آب آروم میشه. توی فیزیک هم ذرات مثل موج‌های روی یک میدان در نظر گرفته میشن. اگه همه ذرات هم از بین برن بازم خود میدان وجود داره و تمام جهان هم پر از این میدان‌های کوانتومی. اما عجیب‌تر اینجاست، این میدان‌ها هیچ وقت کاملا آروم نیستن. اونا دائما مقدار بسیار ریزی بالا پایین میشن که به این تغییرات نوسانات کوانتومی میگن. طبق قوانین مکانیک کوانتومی انرژی یک میدان هیچ وقت نمیتونه کاملا صفر باشه. یعنی حتی توی خلا هم مقدار بسیار کمی انرژی وجود داره. به همین دلیل خلا هیچ وقت کاملا خالی نیست. شاید فکر کنی که این فقط یک ایده روی کاغذه، اما نه. پدیده‌هایی مثل جابجایی لامپ بارها این رفتار رو تایید کردن و توی آزمایش‌های مختلفی اندازه‌گیری شدن. پس اگه منظورمون از خلا نبودن ماده باشه تقریبا درسته. اما اگه منظورمون هیچ چیز مطلق باشه، امروز فیزیک میگه همچین چیزی ممکن نیست. اگه خوشتون اومد حتما لایک کنید. Bye everyone.